درود عرض می‌کنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و یک برنامه خاصی را پیشنهاد شما خواهیم کرد. امروز در مهمانی برنامه ما از مرکز فرهنگی سفارت هندوستان در تاجیکستان حضور دارد که شما علاقه شاهد یک آهنگ زیبا گردید که نوازش طبله بود و من کلیشان را به برنامه خیر مقدم میگویم. واقعا امروز امیدوار هستم که یک برنامه جالب دیدنی و زیبا را پیشنهاد شما خواهیم کرد با اشتراک ایشان. خوش آمدید. السلام علیکم، نمسته. من بسیار خوشبختم که در تلویزیون سفینه دعوت میکنند مرکز فرهنگی
स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर मान इंजो ओमादा बुदाम काती मान शागिर्दोन मान बिस्योर एतिरोम में कुनाम की शुमो एखेल याक मौका मारा दोद की हमा काती शागिर्दोन मान पेशकश में कुनाम ओहांग हमास चीज उजोदा जो में खोंदाम हमास चीज مرکزی فرهنگی سفارت هندوستان در تاجیکستان اصلا دانشجویان اونایی که خواهشی از خود کردن فرهنگ، عادت‌ها و عموما صنعتی مردم هندوستان رو دارن، آنها را دعوت میکنند. خب کورس های شما چگونه جریان میگیرد؟ چند وقت پس شما مثلا دانشجو رو به کورس های خود دعوت میکنید؟ همه آدم اینجا هندوستان رو بسیار ناز میبینه. بسیار آدم من ملاقات کرده بودم، همه گفتید که کینو تماشا کرد، سرود همه چیز میدونید. اینجا خیلی هستین که همه شما حاضر گوش میکنی، پیشکش میکنم دیگر آهنگ دیگر همه چیز، لیکن اینجا درس داده بود هندوستان کلاسیکل موسیقی او اول आहे. من معلم طبله هستم، بعد معلم آوازخوانی هستم. سو اینجا اول درس में दिया कि क्लासिकल म्यूजिक को बिस्योर वाजबीन है और पेश बिस्योर 2000-5000 साल पेश और राफ्ता वो. خب همین موسیقی کلاسیکی هندوستان خب من قطعه هند با دو گروه جدا می شود. گروه شمالی و جنوبی نه؟ جنوبی است. خب یکیش رو میگویند هندوستانی، دیگرش کرناٹک. خب شما آهنگایی که امروز در برنامه میخونید از کدام مثلا رویه هست؟ امروز همه چیز ہے یک جای. خب با گذشت زمان خیلی کورتاب ہے، اینجا سبز ہے، بعد برینج ہے، همه چیز یک جای میکنم بسیار خوش رو میشود. کی کلاسیکل میوزیک همه آدم ناز نمیبینه، لیکن اگر تماشا میکنه گوش میکنه تب میفهمه که کلاسیکل میوزیک چه خیلی واجبین هسته. سو کلاسیکل میوزیک همه چیز ده هسته. کلاسیکل میوزیک خیلی گرامر هسته. گرامر چیه؟ قاعده. اگر یک قاعده من توجیه کی کوشش میکنم، لیکن اگر اصل قاعده من نام خواندم من خوشرو گاب نام زدم او خیلی هسته. اگر کلاسیکل میوزیک رو بسیار خوب میخواندید خوب بسیار خوشرو دیگر موسیقی. خب همین موسیقی هندوستانی خاصتا همون موسیقی که در قسمت شمال بود بعد عصر 15 زیاد رشد کرده، 15 و 16 وقتی که هنرمندان آمدند و آموزش کردند این موسیقی را مثلا جنبه های دیگرش رو باز کردند زیاد رشد کرد. خب و امروز در موسیقی هندوستان دیگر موسیقی اروپایی نیز آمیزش یافت و یک شکل و مثلا رویه خاص را به خود گرفت که واقعا ما مثلا در تاجیکستان همه فیلم های هندو را تماشا میکنند و اکثر مردم مثلا عاشق سرودهای هندو هستند و از تاریخ موسیقی هندو بسیار جادوانه بودند، بسیار شخص را جذب میکردند و من هم عاشق سرودهای هندو هستم. بیاید از درس هایتان بگویید. گفتید برای آنها اول موسیقی کلاسیکی هندوستان را میآموزانید. خب بچه ها طاقت میکنن؟ میکنن. برای که یک چیز ہے سبتک سارے گاما پتا نیست و همه چیز ده میشه. اگر شما گفتید که جاز، اگر گفتید که ویسترن، پاپ، اپرا، همه چیز ده کلاسیکل موسیقی سارے گاما پتا نیست. همش هست نه؟ همش ده هست. او یک قاعده، یک سلیقه، اصول ہے. اگر او رو میخوندید همه چیز بسیار خوش رو میبرید. خب مثلا در تاجیکستان هم هست موسیقی شش مقام. میدونم. موسیقی کلاسیکی من بسیار ناز میبینم. من شاگرد رو پرسید او میدونید اپا سیاره هست. من بسیار گوش میکنم. خب این هم موسیقی کلاسیکی ما است و نه هر کس مثلا توان و قدرتی از خود کردن سرودهای مقام رو دارد، چون خیلی مثلا پیچیده است، خیلی بسیار پیچیده، آموزش زیاد باید. همین گونه است موسیقی کلاسیکی. من فکر میکنم که در هر جای دنیا موسیقی کلاسیکی همین گونه هستند که آموزش خیلی عمیق رو طلب میکنند. بله. کلاسیکل موسیقی خیلی سرحد هسته. بله. مثال اگر من اینجا ایرو میں پارتم میں غلطی وہ کلاسیکل میوزک خیلی هسته. اگر سارے گاما پدا نیسا یک راگ ده هسته نی ره گا ره سا پا ما گا ره سا ای راگ یمن هسته. اونجا ده ممکن نیسته که شما دیگر نوتا رو اوریت کنید. او ممکن نیسته. او خیلی یک سرحد هسته. او بسیار مشکل هسته. لیکن
अगर याक गुरु हास्ट मालिम हास्ट او میگوید که طریقه چیه ہے بله. استاد اگر همون میشه. قاعده ها رو از خود کرده دیگر آسان شدن میگیرد. فقط قاعده های مخصوصی که در موسیقی است. بله. خسته نباشید. خب باز هم برای ما چیزی آوردید، برای با شاگردان خود پیشنهاد میکنن چیزی برای ما. اول من یک بسیار خوشرو تیار کرده بودم. خب من یک بسیار نزدیک همش شاگردان نزدیک ہے. یک نزدیک شاگرد من سیام رو میگویم که شما یک پیشکش کنید. او چی است؟ سرود بخشیده، سرود بخشیده، دیووشنال میوزیک، بھجن، خیلی قصیده او خیلی هست. قصیده خیلی قصیده در ژانر قصیده. در ژانر قصیده. بله. در هندوستان مثلا غزل ها یا که این قصیده های امیر خسرو دهلوی را زیاد آهنگ میگذارن نه؟ جب نام اخل بولو کتاب رو جناب رو نام میدهد اخل من میکنم که بسیار تبریک میکنم، بسیار اعتراف میکنم. خسرو دهلوی بسیار چیزا رو شاعری بسیار زور، بسیار دیگر آهنگ رو چی میگوید حضور میکند. یعنی همون متن‌های امیر خسرو دهلوی با آهنگ‌های کلاسیکی هندوستان خیلی توأم است. زود وارد می‌شود. زیاد آهنگ است. بسیار است. او یک بسیار خوشرو یک آهنگ است. اگر من چی میگوید او خواندید نصرت فتح علی خان صاحب، او یک بسیار خوشرو سرود است. یک چیه خط اردو ہے، دیگر خط بریج بھاشا هندی ہے. یک خط اردو ہے، دیگر خط هندی ہے. بسیار خوب. فارسی هم هست در سرودهای فارسی. همه بسیار کلمه فارسی در میآید. بسیار همه. خسته نباشید. خب بیاید اول سرود رو گوش میکنیم. بعدتر اطراف اون حرف خواهیم زد. دوستان عزیز بعد چند دقیقه باز برمیگردیم. सारा जल क्यों न जाए साधो रचना राम काम क्रोध मोह वसी प्राणी हरि मूरत बिसरा तनो सच्चा कर मान्यो जूता तनो
साचा कर मान्यो जियो सपना रहना साधो रचना राम बना रचना राम बना सगला विनाश जो देसे सो सगला विनाश जियो बादल की छाए जियो बादल की छाए जन नानक जगो जानियो मित्यो जन ना जागो जन नानक जगो जानियो मित्यो रहियो राम शरणाई रचना रचना राम बनाए रचना राम बनाए एक बिन से एक अस्तर माने एक बिन से एक अस्तर माने अचारा जलतियो न जाए रचना राम बनाए साधो 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 रचना राम बनाए राम बनाए राम बनाए। تشکر زیاد، خیلی ترانه جذاب بود. خب خاصه با همین سبک با همین رویه ترانه ها خیلی دلچسب هستند. حضور رحمت اکرم. بعد اونقدر در آنها آرامش هست، اونقدر در آنها مثلا شیرینی هست که کس از شنیدنش دردهایش بیدار می شود و سرودهای شما همین گونه خصوصیت نیز دارد، یعنی بیشتر درد انسان را بیدار میکنه. خب دلیلش چی است؟ چرا اینقدر مثلا اندوه غم در موسیقی هندی نهفته است؟ هر رنگ هسته، شاد هم هست. یک اگر یک چی आहे یک آهنگ هسته، یک موسیقی رو یک ژانر هسته، خیلی جاز आहे، پاپ आहे، वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिक आहे. همش रंग یک آهنگ رو بسیار ضروری आहे. وجود غم هسته، و کین هسته، کیف هسته، همش چیز هسته. مثال من یک آدم هستم، اگر من همیشه ذکر شدم خوب نیسته، همیشه میخندم خوب نیسته، من بسیار میخندیدم، لیکن همش چیز درکار आहे. خب من میخواستم با شاگردان شما صحبت کنم. خب شما چگونه به همین مثلا کورس ها راه یافتید؟ ما از اندیوالم از دوستم فهمیدم که در سفارت هندوستان موسیقی درس میتن، البته موسیقی هندوستان
دیگه من باز مراجعه کردم به سفارت هندوستان. خوشبختانه معلم قبلا از استاد بزرگوار و معلم بودن. دیگه اونجا از ما امتحان گرفت و شامل همین کورس شدیم و بسیار برنامه‌های خوب گذراندیم در خود سفارت، دیگه در بخشای دیگه جای جمهوری تاجیکستان. دیگه بسیار برنامه‌های خوب بود. و در امتحان وقتی سپاریدید از شما چی پرسیدن؟ امتحان خوب سوال کردین. امتحان از ما آواز، خب که آواز میخواستن ببینن که می استعداد کس مثالی تعریف نشه. دوستای مونجا هستن که می امتحان نگذراندن دیگه. امتحان از ما گرفتن، امتحان آواز که میبینن که من 5 سال شد در سفارت هستم. دیگه یادم نیست متاسفانه، دیگه یادم نیست چی خود مقصد اونجا استاد بود، بزرگی کردن. چی ها از خود کردید امروز؟ والا بسیار کمک کرد سفارت می بخش فرنگیش در هر حساب بگین بسیار فایده رسوند. شخصا به خودم که جرأت بخشیدن در اون سفارت که با کنسرتا میره سر صحنه خودش یک بیم داره، یک طرز داره. البته این دیگه خودت خب بهتر میدونی و هنرمندا یا کسی که مثال هنرمند است و درک میکنه سر صحنه که میره صحنه خودش طرز داره، اما که در موسیقی در آمدی کیف کردی دیگه صحنه فراموش میشه. صحنه دیگه قطع مردم تو کیف میکنی، مزه میتم بخوانی به مردم تشویق کنن. شما چگونه رفتید؟ ما از خوردی علاقمند موسیقی هندی بودم و موسیقی در کل و از خوردی ما فیلم های هندی و با خواندن های هندی بزرگ شدیم. بعد تاجیکستان که آمدم، کشور دوست ما، اینجا ما فهمیدیم که در سفارت هندوستان اینجا موسیقی درس میتن. بعد آمدیم پیش استاد بزرگوار ما، بعد همی خیلی از ما همو امتحانات گرفتن در موسیقی و آهنگ خواندیم و چیزا، قبول ما کردن، بزرگی عطا کردن. است اینجا؟ ما اینجا قریب 3 سال شده هستم میشه. خب چیزی با هندی میسرید برای ما؟ بله ما اولین بار که معروف باشد اگه. بله. زندگی प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल तो गाना पड़ेगा. تشکر. خب شما چند سال است که اینجا درس میخوانید؟ ما مدت 4 سال میشه که اینجا شما هستیم. 4 سال؟ بله. و خیلی خرسند هستم که در خود تاجیکستان هستیم، هم زبان هم ملت هم دیگه. و چیزی که ما از موسیقی بگویم، خیلی ما خرسند هستم از استاد خود که ما آمدم در اینجا. خیلی چیزا را یاد گرفتم واقعا. اولش ساریگام پدنی را یاد گرفتم که خیلی استاد بر ما یاد داد، خیلی تلاش کردیم و خیلی خوش هستم. خب چیزی میخوانید؟ کمتر، گرچه ما شاگردم هستیم فعلا. خب ساقیا مرا دریاب دریاب، پر کن از وفا جامم جامم. مستم امشب از غمها غمها، می نخورده بدنامم می نخورده بدنامم. تو به همدی زاهد زاهد، دیگر از می و مستی مستی. فارغ از حسابم کن، غافل از سرانجامم غافل از سرانجامم. من ز بیم رسوایی گریه می کنم در دل، من ز بیم رسوایی گریه می کنم در دل. می کشد مرا خیر خنده های آرامم، می کشد مرا خیر خنده های آرامم. ساقیا مرا دریاب دریاب، پر کن از وفا جامم جامم. مستم امشب از غمها غمها،
می نخورده بدنامم، می نخورده بدنامم. تشکر بسیار زیاد. و همین موسیقی هندی اونقدر تاثیر خیلی زیاد دارد به موسیقی افغانستان. بله. خاصه احمد ظاهر زیاد در آهنگاش احساس می شود، استاد ساربان. بله. و همین گونه هنرمندان معروف که یک زمان مثلا پیشگامی صنعتی افغانستان بودند و در تاجیکستان خیلی معروف هستند. خب خیلی تاثیر گرفته است از موسیقی هندو. بله. و یک ریشه های خیلی به هم نزدیک هم دارد موسیقی عجم و هند، چون اگر به تاریخ نگریم ما اونقدر تاریخ مشترک داریم، اونقدر فرهنگ مشترک داریم که خب حتما که در این ریشه ها حس می شود. و وقتی که ما موسیقی هندی رو میشنویم بیگانگی حس نمیکنیم، چون همون تاریخ و ریشه هایی که ما رو به هم پیوست میکرد همین موسیقی رو به دل ما نزدیکتر میکند. خسته نباشید. خب در ادامه باز هم یک موسیقی و یک آهنگ دیگر هست. حاضر یک مثال که حاضر هوا در دنیا خوب نیست. این یک آهنگ است، لتا منگیشکر میدونید، لتا منگیشکر. بله. موزیک داد A.R. رحمان. و بسیار خوب است. او گفت که نفرت در کار نیست، بله. محبت در کار هست. میخواهم که همه آدم ناز باشد، همه آدم خوش وقت باشد. من یک بار التجا میکنم آپ سیورا یک بار گفتین شما چی میخواندید؟ خب مرحبا. و دوستان عزیز بعد از چند ثانیه برمیگردیم. जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे, हालात बदलने में अब देर ना हो मालिक, जो दे चुपके फिर ये अंदर ना हो मालिक। एक तू है भरोसा, एक तू है सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। एक तू है भरोसा, एक तू है सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता।
تشکر زیاد. بسیار ترانه جذاب بود و واقعا هم این سرودهای هندی همیشه شادی میبخشد. من با روح انسان بازی میکند. خسته نباشید. خب اینجا را چگونه دریافتی تاجیکستان را؟ زبانی تاجیکی را چگونه از خود کردید؟ من اگر خطا کرده باشم مرا بخشش. نه من شما را 100% من کوشش میفهمم. میکنم. من در یک سال اینجا بودم. من تاجیکی رو بسیار ناز میبینم. بسیار کلمه تاجیک، فارسی، هندی بسیار ماننده. اور من خوشبختم که من شاگرد مار بسیار مدد کرد. از شاگردان؟ شاگردای من معلم تاجیک هستم. من استا گپ میزدم. من کوشش میکنم. حاضر راست نیست من میدونم، لیکن من در اینجا هستم. من کوشش میکنم. من بسیار ناز کنم، خوشرو کنم، خوشرو گپ میزنم تاجیک. این من یک خواهش هستم. بله. خب امید شما چند سال است که در اون مرکز فرهنگی فعالیت میکنید؟ من راستی تای 13 سال شد. بله. که در سفارت بسیار استادان رو دیدم و با آنها همکاری کردیم و در بین درس‌ها من جناب سفیر ما رو با هندوستان روان کرد. بله. در اونجا در کنسرواتوری هندوستان تا 1 سال خوندم. چی از خود کردید؟ راستی کلاسیک هندوستان بسیار از سببی که در اینجا بله آوازخوانی. خب شما آوازخوانی هم میکنید؟ بله. باز سازها رو نیز اجرا کرده میتونید؟ بله اصلا من شغلی دوست داشتم. اول این آوازخوانی است، بعد کاری دومم این کلاویش و هارمونیوم رو نوازش. خب هارمونیوم یک از سازهای هندی است نه؟ بله اصلا از همونجا میگه. خب بعد ببینید که در تمام موسیقی های کلاسیکی هندوستان طبل بسیار مهم است. بسیار اجرا کرده می شود طبل. بله. خب انقریب در هم موسیقی ها هست نه؟ هست. طبله بسیار ناو اینسترومنت है. دیگر جدا نیست आहे خیلی. بسیار ناو और همش आवाज میشه وجوده. یک طبله هست و سیاهی هست. اگر شما اخل میبرید 10-15 اخل आवाज میشه. طبله بسیار کیر، بسیار واسبین اینسترومنت است. اور بسیار ناو है. جوان اینسترومنت है. वो بسیار پیش نه 400 بفکرم 300-400 سال پیش و اوستا میشه. حاضر استاد زاکر حسین است. همه آدم میدونه. طبله اوستا کلاسیکل میوزیک هست. لیکن کلاسیکل میوزیک ده هست. بॉलीवुड میوزیک ده هست. فوک میوزیک ده هست. میوزیک دیهات فوک میوزیک هست. جاز پاپ همه چیز رو طبله میبره. طبله بسیار خوب. اور طبله اگر مشق میکنه برای دیگر بیمار اگر هست و بیماری موشک ها بسیار باز میشود. بله تشکر زیاد. بازم برای ما یک تحفه دیگر داره. یک سرود دیگر پیشنهاد میشود. خب چی سرود است؟ خب حاضر من آرزو ریکوست میکنم بزرگ من بسیار دوست برادر من استاد سلیم جاوید او یک آهنگ پیشکش میکند. سرود یک هندی هست بعد فارسی است. خب دو زبان با دو زبان اجرا میشود. خب تشکر. مرحبا. साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही
ख्वाबों में बरसों तरह शाद से तुम वही संग मर तस्वीर हो। न समझो तुम्हारा मुक़द्दरों में, मैं समझता हूँ तुम मेरे तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझ में लगो, मैं बहारों के महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं मस्त नगमे लुटाता रहूं। اگر مهربان تر کند چنوی تا خدا سنگ عشقش و سر میزنم. یا چو فرهاد شیرین و گوپایه جان خود را در نهش میکنم. یار اگر مست خویشش خطابم کند، کس نداند نمودان چی من میکنم. یار اگر سر به ویرانه ما زند، هرچی ویرانه یابم چمن میکنم. یار اگر بر مراد دلم پا نهد، روی هر نقش پایش عطن میکنم. یار اگر سر به ویرانه ما زند، هرچی ویرانه یابم چمن میکنم. سپاس میگویم برای اجرای یک ترانه خیلی جذاب، خاصه ترانه‌ای که با دو زبان اجرا شد، باز هم شیرین‌تر شد و همین گونه موسیقی‌های هندی و سرودهای فارسی زیاد هستند. شما در اردو هسته، هندی هسته، فارسی بسیار هسته. من بسیار ناز میبینم. من شما رو گفتم اول که هندوستانی با یک آدم اگر یک چیز آموختن خوانده، او ضروریه که همه چیز خوبه. خب من در چند فیلم دیدم که مثلا سرودهای فارسی اونجا اجرا میشه. خب و اپای سیاره نیست، سالهای طولانی است با مرکز شما همکاری دارن. خب دیگر اگر شما رو از دور ببینی با این لباس میگم که حتما یک هندوستانی هستید. چند سال است که اونجا شما همکاری دارید؟ من طول 5 سال است که من هم در سفارتخانه هندوستان در بخش موسیقی می‌آموزم. آوازخوانی می‌آموزم. خب از کجا این شوق پیدا شد؟ چون شوق از خردی است، چون مردم ما
صنعت هندوستان رو بسیار دوست چرا دارم. علاقه دارن بسیار مثلا؟ علاقه دارم. به همین خاطر دیگه ما هم فهمیدیم اینجا شامل شدیم و ما هم می‌آموزیم. شما اینجا دیدید که یک سرود با فارسی و هندی اجرا کردش. شما میگونه مثلا سرود دارید که از خود کرده؟ ولی ما سرود داریم. غزل حافظ شیرازی است تیار کرده ایم با استاد. خب آهنگ هندی است. آهنگ تاجیکی است و استاد می نوازند چون هندی. بله خب میشود اجرا کنیم. هزار جهد بکردم که یاری من باشی، قرار بخش دلی بیقراری من باشی. شب بکل بی احزانی عاشقان آیی، دم انیس دلی سوگواری من باشی. شب بکل بی احزانی عاشقان آیی، دم انیس دلی سوگواری من باشی. تشکر. شما در این مرکز سرودهای تاجیکی رو اجرا میکنید شاگردان شما؟ میکنم. من بسیار ناز میبینم. شما زیاد گوش میکنید؟ کدام ژانرهای موسیقی تاجیکی برای شما؟ خیلی چیه من خیلی اگر یک چیز معقول باشه من بسیار گوش میکنم. این سرود رو من بسیار ناز میبینم. چند بار من گفتم که شما رو میخواندید. شما هیچ اون سرودی تاجیکی حفظ کردید از تاجیکی؟ من تاجیک در نمیدونم. خب تشکر. خسته نباشید. اول قبل از اینکه گپ بزنم اول درود به شما و به همه بینندگان عزیز تقدیم میکنم. این فضای امی مرکز فرهنگی هندوستان طوری است که هم از همدیگر یاد میگیره. اساسا استاد است در جایگاه بالا، بعد استاد سلیم، امید جان و اپی سیاره، اینا همه ما در یک فضای هستیم که از یکی دیگر خود یاد میگیریم دیگه. شما زنده باشین، لطف کردین ما را دعوت کردین. چند سال است که اونجا؟ ما 1 سال شد که در سفارت هندوستان میاییم و دیگه. خیلی خوب زبان هندی بلد هستی؟ زبان هندی بلد هستم، خوب است. به خاطر که بیشتر همه دوستا گفت، شما هم گفتین تقریبا افغانستان، هندوستان، تاجیکستان چون کشورهای همسایه هستیم، ما فرهنگ ها از یکی دیگه بسیار متاثر است دیگه. ما هم از فرهنگ تاجیکستان افغانستان یکی هستن. خصوصا فرهنگ هندوستان متاثر است در کل. تنها منه همه اینجا که هستن از زبان هندی رو بسیار خوب میدانن، بلد هستن. توسط همین آهنگ، اول آهنگ بعدن فیلم های هندوستان که زیادتر میبینیم دیگه، همش همین کمک کرده که ما زبان یاد بگیریم. بله خب خسته نباشید. زنده باشین. از حضور شما بسیار شاد شدم و واقعا یک برنامه جذاب و دیدنی و جالب رو امروز پیشنهاد بیننده تلویزیونی سفینه کردیم. مطمئنم که باز هم یک وقت دیگر در همین فضا سرجم بشویم و صحبت‌های جالب دیگر نیز بکنیم. خسته نباشید، خوش آمدید. چی پیشنهاد میکنید در انتهای برنامه؟ با گروه دست جمع. خب تشکر، خسته نباشید. دوستان عزیز و ارجمند، و انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. مطمئنم که این برنامه برای شما پسند آمد و در انتها روزگاری خوش و تنی بیغم تمنا داریم. با یک ترانه دیگر برنامه ما به اتمام میرسد. خیر. आके जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं क्या ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुराए जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही। गीत पंकज पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, एक जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, चलिया चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया चलिया।
हर गली गली में गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर है यही हमारा काम। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर है यही हमारा काम। न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार, न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार। इन कानों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे अपने से दिल वालों की, गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की। Thank you.